ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошабинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, имрӯз шоми шанбе аст ва барномаи дониш ва санҷишро ин лаҳзаҳо оғоз мекунем. ҳар як аз шумо метавонед дар барномаи интерактивии мо иштирок дошта бошед ва дар барномаи мо, дар барномаи озмунии мо иштирок кунед ва бурд кунед. ва ин лаҳзаҳо метавонед шумо силкаи канали ютуби моро ба дигарон, ба дӯстони худатон равон кунед, то ки онҳо низ тавонанд дар барномаи мо иштирок дошта бошанд. Хуб, лаҳзаи чанд ман рӯи экран танҳо геймпинро мемонам, то ки ҳамагон дохил шаванд ва баъд аз дохил шудани шумо ман дубора боз ворид хоҳам шуд. Ман ин лаҳзаҳо геймпинро пурра рӯи экран пешниҳоди шумо мекунам, то ки ҳама онҳое ки навакак ва худи ин лаҳзаҳо ба мо пайваст мешаванд тавонанд ба барнома дохил шаванд. марҳамат, дохил шавед ва ман боз мегардам пас аз чанд лаҳза иншаллоҳ. тамошобинони гиромӣ, бори дигар дуруд мегӯям ба онҳое ки ин лаҳзаҳо навакак пайваст шуданд ва хуб, биёед набошад ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо якҷо ҳастанд дар қисми аввали барнома иштирок мекунанд ва онҳое ки дертар пайваст мешаванд шояд дар қисми дигари барномаи мо иштирок хоҳанд кард. хуб, геймпинро шумо рӯи экран мебинед 379 09 13 ва با وارد کردن همین رقم ها شما میتونید به برنامه داخل شوید و برنامه ما باری دیگر تکرار میکنم مستقیم است. این لحظه ها برنامه اینتراکتیوی است و هر یک از شما میتونید در برنامه علمی ما اشتراک داشته باشید، یعنی خیلی عادی و آسان است. و آنهایی که یوتیوب کانال های بسیار هزار نفره دارید، شما خواهش میکنم احترامانه در کانال های یوتیوبی خودتان برنامه ما رو به دیگران پدیلیت کنید تا که دیگر دوستانی ما، دیگر برادرانی ما، آنهایی که میخواهند اشتراک کنند با خبر شوند و آنها نیز در برنامه ما اشتراک داشته باشند. خود این واسه من این کارو میکنم به واسطه شبکه قرآن دستور عمل انسان و بعدا ما قسم اول رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله. و حتما فراموش کرده باشید زیر نوار لایک مانید تا که با ماندن لایک شما صفی اشتراکچیان زیاد خواهند شد انشاءالله. و بسم الله، قسمت اول رو من این لحظه آغاز میکنم. همه آنهایی که الکی در داخلی برنامه هستند، بسم الله. سوال اول:
ترجمه منافق چیست؟ بخیل، کافر، نو آورنده و یا درویه. کدامش درست است؟ ترجمه منافق چیست؟ به نهایت سوال عادی و آسان است و من باور دارم که هر یک از شما جوابی درست رو میدونید و آنهایی که در داخل برنامه نیستند زیر چت نوشته کنید. من انشالله چت رو نیست کوشش میکنم که خوانم. خیلی خوب، جواب های درست را من الکی از جانب شکرالله دیدم و از جانب دلشاد جان، شهنازه، علی عمر. بله درست، درویه است منافق. هر کسی که خب ما درویه میگویم یعنی نزدیکتر ان همین وریانتی که ما انتخاب کردیم همینش نزدیک است. یعنی که درویه الکی معلوم است چی را در نظر داریم. منافق همین است. الله نگه دارد از منافق بودن، چون بسیاری ما و شما میدانیم میشناسیم و بعضی اکثر شاید خودشان هم بیخبر هستند از آن که منافق هستند و بعضی ها باشد چنان به دروغ گفتن دیگر عادت کردند که به همون درویگی خودشان نیز باور کردند. بعضی ها چنان منافقی میکنند که خودشان حتی به منافقی خودشان باور دارند، یعنی به دروغ خودشان باور میکنند. الله از چنین بودن نگه دارد هر یک از ما و شما را دوستان عزیز. و بیایید میبینیم که به پیش برآمدند. آیت الله طیبه صالح قاسم عادلیان محمد و عبدالرحمن، آنهایی که در جاهای نمایان هستید مبارک باشد. بیایید دوام میدیم. و خب سوالی دیگر، ترجمه مشرک چیست؟ سرگپ، درویه، بسیار خدا و یا مشفق. ترجمه مشرک چیست؟ مشرک همه شما میدانید و همه شما بله و 7 نفر جوابای درست گفتند. بسیار خدا آنهایی که به الله تعالی شریک می آورند و این است مشرک. و ما نزدیکترین وریانت را انتخاب کردیم، بسیار خدا، یعنی که به چند خدا باور می کند و ایران مشرک می گویند. و از این لحاظ مثلا نصرانی ها، آنهایی که به خدا شریک می آورند و پسری خدا می آوردند، با همین پسری خدا شماریدن عیسی علیه السلام آنها مشرک هستند. و یا یهودان نیز عزیر را پسری خدا می گویند و این وسیله آنها نیز مشرک می شوند. و دین اسلام دینی پاک است که در این باره بسیار معلومات ها است و در قرآن کریم بسیار معلومات ها آمده است در باره شرک آوردن، یعنی گناه بسیار عظیم است. و آنهایی که شاید از جهت نادانی مشرک شدند، دعا میکنیم که الله تعالی برای راست هدایت کند و توبه کنند. و بیایید ما و شما دوام میدهیم. آنهایی که در جای پیش هستند آیت الله طیبه صالح قاسم عادلیان محمد و عبدالرحمن. و به سوال دیگر گذاریم. آیا برای ما معلوم که روز قیامت نامه عملها به دستمان داده می شود؟ نه، معلوم نیست. شاید چنین شود، شاید نه. تنها در حدیث آمده است. بله دلیلی قوی داریم. کدامش درست است؟ آیا برای ما معلوم است که نامه اعمالمان به دستمان داده می شود؟ وریانت های شما. خیلی خوب و 5 نفر جواب های درست گفتند. بله دلیل قوی داریم که نامه اعمالمان روز قیامت به دستمان داده می شود. آیت های قرآن است. و همانهایی که رنگ سبز را انتخاب کردن جواب های درست گفتید. بله دلیل قوی داریم. دلیل قوی از
آیت های قرآن. بیایید یکیش رو تنها نگاه کنیم، تنها یکیش رو تماشا بینید گرامی، چون در این باره بسیار معلومات ها آمده است و هرگاهی که قرآن کریم را میخوانید شما همین آیت ها را روبرو میشوید. در سوره کهف آیت 49 بیایید فقط یک آیت را دیده میبرم که چی گفته شده است. ترجمه معنا: دفتر اعمال گشاده شود، گناهکاران را بینی که از آنچه در آن آمده است ترسان و هراسانند و میگویند وای بر ما، این چی دفتر است که تمام گناه خرد و بزرگ را ثبت کرده است. آنگاه اعمال خود را در مقابل خود حاضر و آماده میبینند و پروردگاری تو به کسی ذره هم ستم نمی کند. از تفسیر بغوی بود. بله، دلیل قوی داریم که نامه اعمالمون چی بد کردیم، چی ذره نیک کردیم، همش نوشته شده به دست ما داده می شود. و در سوره واقعه اگر شما در خاطر داشته باشید، اگر از پشت سرمان داده شود یا از طرف دست چپ داده شود، کی بدبخت می شود و باز از طرف دست راست به کی داده می شود. و جوابی درست همین سبز بود آنهایی که انتخاب کردند. خیلی خوب. و ما و شما انشالله دوام خواهیم داد. من این لحظه گیم پین را نوشته کنم. خب تماشابینان گرامی، میبینیم که یا به پیش برآمدند. جای وزکنی شد طایبه صالح، عبدالرحمن محمد حارثه آیت الله و عبدالرحمن آنهایی که در جاهای نمایان هستید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. تماشابینان گرامی، بیایید به سوال دیگر گذریم. با کافران دوستی را الله اجازت داده است؟ بله، اجازت است. یک برای منفعت اجازت، یک برای منفعت، یعنی که من کرده است. نمیدونم با کافران دوستی را الله تعالی اجازت داده است؟ سوال. وریانت ها را شما میبینید. 30 ثانیه وقت داریم. خب اینجا جواب ها از جانب شکرالله آمده رسیده است. بله، جوابتان درست است. خب علی عمر درست است جواب شما. صبر درست است جواب شما. خب شکرالله درست گفتید. طایبه صالح درست گفتید. شهنازه سید امین و درست گفتید. خیلی خوب، اکنون بیایید دیده میبرایم همین موضوع را، همین مسئله را. آیتی سوره ممتحنه، غیر از این در سوره آل عمران نیز آمده است در این موضوع، اما بیایید ما فقط یک سوره را دیده میبرایم. ممتحنه آیتی 9 را. بیایید من عیناً میخونم تماشابینان عزیز، تا که ترجمه معنا رو عیناً میخونم این لحظه و بعدا به دوام میدیم انشالله. او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند و به بیرون راندن شما به دیگران کمک کردند و هر کس با آنان دوستی کند آنانند که ستمکارانند. و در ترجمه دیگر در از تفسیر در روش میسر باز فهماتر آمده است. من آن را عیناً برای شما میخونم. فقط الله یکتا از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین جنگیدند و سرزمینتان، یعنی در تفسیر آمده است مکه است، بیرونتان راندند و از برای بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کردن شما را منع میکند. یعنی از دوستی کردن با آنها شما را منع میکند. و هر کی با آنها دوستی ورزد پس آن گروه ستمکارانند
و از حدود مقرر کرده الله تعالی خارجند. و انشاءالله ان همین آیت های قرآن این لحظه ها و امروز بعد از گفتن ما صاحب خودش را یافته رسیده می رود، چون این موضوع بسیار کلان است و امروز نیست تعلق دارد. هرچند که زیاده از 1400 سال پیش آمده باشد هم برای امروز هم تعلق دارد. یعنی یک موضوعی که سبحان الله الله پاک است دیگر کهنشوی ندارد. به مثلی که از مکه مسلمانان را یک وقتها کافران قریش با عذاب می دادند و خارج می کردند، بیرون می کردند، از مکانشان بیرون می کردند، امروز همین گونه واقعه ها در روزگار ما و شما هست. در اکثر دولت هایی که مسلمانان آنجا هستند آنها را از وطنشان، از دیارشان بیرون میکنند. سبب چی؟ سبب آن است که آن مسلمان میخواهد الله یکتای خودش را پرستد و فرزندان خود را در توحید و یکتا پرستی تربیه کند. اما آن بخیلان چشمی دیدن ندارند و با هر گونه بهانه ها، با هر گونه سبب ها را می جویند و می خواهند بیرون کنند. اما الله تعالی چی گفته است در مورد همین گونه انسان ها؟ ما با آیات های پایانی نمی رویم درباره که امروز مثلا آنها می توانند هر کاری که خودشان می خواهند بر ضد مسلمان ها اجرا روان می بینند، درباره آن نمی رویم. اما دوستی کردن با همین گونه انسان هایی که ما و شما می دانیم که یکی از دوستی یا که برادری مسلمانی ما را بیرون کرده است، خارج کرده است، با آنها دوستی کردن خودش اجازت داده نشده است از جانب الله تعالی، موافق آیاتی که ما و شما دیده بر آمدیم نوکک. و خب بیایید دوام میدیم تماشاگران گرامی. عبدالرحمن طیب صالح محمد بهروز حارسان هایی که در جایهای بهترین هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. به سوالی دیگر میگذاریم. ای کسانی که ایمان آورده اید به دوستی نگیرید، جای خالی را پر کنید. کی را؟ مردم مومن را، مسلمانان را، یهود و نصارا را و یا برادران را. ای کسانی که ایمان آورده اید به دوستی نگیرید. کی را در نظر داشته شده است؟ سوره مائده آیه 51. بله، جواب های درست را من میبینم زیر چت آمده رسید. اوکی، از جانبی خب طیب صالح آمده رسید، علی عمر، صبر، دلشاد جان درست گفتید، محمد جان، عبدالله زاده درست گفتید، اسماعیل نیست جوابی درست گفتید. بله، یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. این موافقی سوره مائده آیه 51. و خب بسیار همین سوال هم سوالی که دردناک است تماشاگران گرامی، برای چون ما بارها میگوییم که ما را در کجا تماشا میکنند؟ در اروپا تماشا میکنند، در زیادتر در روسیه تماشا میکنند، آن مکانی که مسلمان ها کمترین شدند، یعنی هستند اما اقلیت هستند. و گاهی می شود که فرزندان سوال می کنند چگونه دوستی کنیم یا دوستی نکنیم، یا برادر گوییم یا نگوییم. و حتی من مثال های می دانم که در اروپا مردم عرب بسیار در اون سالهای چند سال پیش هجرت کردند از دولت های خودشان، اما جای کمی نادرست را انتخاب کردند و به اروپا آمدند و در اروپا فرزندان آنها به وای رسیدند، کلان شدند. مکتب ها تاثیر خودش را البته که میرساند. در مکتب ها مثلا قوم
قوم لوط که امروز هستند آنها را در اروپا بدون پوشش برای فرزندا تربیه میدهند، تعلیم میدهند که این درست است گفته. و بعدا آنها، یعنی من مثال آوردم درباره یکی از اونی که من میشناسم، پدرش همیشگی در مسجد است، اما یک روز واقع می شود که دخترش می آید و انا همین مسئله را نقل می کند و انا همون نشان قوم لوط که امروز هست در اروپا آن را به خانه می آورد و به پدرش می گوید که این را من نشانه را در خانه می چسبانم. پدرش به غضب می آید، می گوید که فرزندم عزیزم تو چی کار میکنی؟ لعنت کرده از الله تعالی و قوم لوط را الله تعالی از زمین نیست و نابود کرده است، اما تو چی میگویی؟ در مکتب ما را گفتند که این خوب است، یعنی همه برابر هستند و ما باید آنها را احترام کنیم، ما آنها را باید دوست داریم. این است وضعیتی مسلمان هایی که از دولت های مسلمانی به دولت هایی که مسلمانان حداقل هستند به آنجا هجرت کردند و تأثیری منفی اطرافی آن است. و بیایید اکنون همان آیت را دیده میبریم با شما. یک جای از سوره مائده آیت 51 رو تماشا بینید عزیز. این برای تفکر بود گفته های من، برای آنهایی که دوست می‌دارند دنیا را، آنهایی که دوست می‌دارند هجرت کردن را به دنیای بهترین، به بهشت های روی دنیا که خودشان بهشت های روی دنیا فکر میکنند. خب در سوره مائده آیت 51: ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، آنان خود دوستان یکدیگرند و یکدیگر را یاری میکنند، بر ضدی دیگران یک دست و یک پارچه میشوند. هر کس که از شما ایشان را، یعنی یهود و نصارا را دوست گیرد در زمره آنهاست، یعنی از جمله آنهاست. همانا الله ستمکاران را هدایت نمی کند. و این سخنهای من نیست، سخنهای یگان علما نیست، بلکه فرمانی امری الله تعالی است که ما و شما ایمان به الله تعالی آورده ایم. و خب دوام میدیم تماشا بینانی عزیز. بیایید ببینیم که به پیش برآمدند. عبدالرحمن طیب صالح، محمد بهروز و حارث آنهایی که در جاهای نمایان هستند و به همه سوالهای ما طیب صالح جوابهای درست گفتید. مبارک باشد. خیلی خوب. و خب من به سوالی دیگر میگذارم. اگر پدر و برادرانتان کافر شدند دوستی با آنان جایز است؟ سوال: بله، چون جگرند. با پدر ممکن، اما با برادر نه. نمیدونم، ممکن نیست. کدامش درست است؟ اگر پدر و برادرانتان کافر شدند دوستی با آنان جایز است؟ سوال. خب جوابهای شما: 10 نفر همگی در داخل برنامه جوابی درست گفتند. حتی اگر پدر و برادرتان کافر که شدند با آنها دوستی جایز نبوده است. موافقی سوره توبه آیت 23. خب درباره خوب یا اینکه رفتار نیک کردن با والدین آیت های الهی است، اما در سوره توبه آیت 23 چنین آمده است. من ترجمه معنا را میخوانم. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، اگر پدران و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان انتخاب کنند آنها را دوست نگیرید. از سر و اسرار مسلمانان را با آنان فاش نکنید، مادامی که آنان بر عقیده کفرشان هستند.
پس هر کس از شما دوستشان بدارد همانا نافرمان برداری الله کرده است و از ستمکاران خواهد بود. از تفسیر طبری آمده است. یعنی اینجا بر الله آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدران و برادرانتان کفر را به جای ایمان انتخاب کنند. از این خاطر بله سخت آن وقت در تاریخ گذشته وقتی که در بین قریشی ها فرزندان ایمان می آوردند و پدرانشان در کفر بودند، بله این سخت بود، به نهایت برایشان سخت بود، اما الله و رسولش صلی الله علیه و سلم را صحابگان کرام دوست می داشتند، زیادتر از همه دوست می داشتند و البته به یگان چون و چرا امر الله تعالی را اجرا می کردند. و این باید که برای ما و شما درس باشد، برای فرزندان ما و شما درس باشد. یعنی وقتی که تعلیم فرزندان خودمون را میکنیم، فرزندان ما درباره کیم کدام یک فوتبالیست نقل میکنند و یا اینکه درباره یگان مشت زنی دیگر، اما آنها درباره صحابگان کرام کم معلومات دارند و آنها خودشان را برابر نمی کنند، چون این تاریخ را کافران نخواستند که ما و شما رسانوی کنیم و به همگان درست رسانیده باشیم. به مانندی که امروز بسیار فیلم ها می سازند، فیلم ها درباره هر کسی که بعداً جوانان یا اینکه نورسان همون را به خود قهرمان میگیرند، اما واقعا یک سرجمی و اتحاد کم است که درباره صحابگان فیلم ها کرده و آنها را چون قهرمان برای جوانان نسل آینده نشان دهیم تا که آنها گویند که من مثل فلان صحابه بودن میخواهم. این بهتر است، اما امیدوار هستیم که در آینده می شود حتما رژیسورهای خوب نیز پیدا می شوند و این گونه نوارهای تعلیمی را برای آینده نسل نورس و نسل ما نشان میدن و به همین هم الله تعالی دین خودش را حفظ می کند. به همین هم الحمدلله در تمام دنیا صف مسلمان ها روز از روز زیاد می شوند. دولت های کفار را بدون یگان جنگ و دیگر مسلمان ها آنجا آمدند و الحمدلله روز از روز زیاد می شوند و مثال عادی در شهرهای بعضی شهرهای اروپایی قریب هر روز چند نفر مردم اروپایی اسلام قبول می کنند. این است همان غالبیتی که الله تعالی وعده کرده است برای مسلمان ها. خب تماشاگران عزیز، ما دوام خواهیم داد و بیاید به سوالی دیگر گذاریم. عبدالرحمن طیب صالح و محمد، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، آنهایی که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند، الله آنها را چی گفت؟ آنهایی که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند، الله تعالی آنها را چی گفت؟ منافقان، مجاهدان، ملایمان، ملامت کنندگان، کدامش درست است؟ آنهایی که به جای مؤمنان کافران را به دوستی میگیرد. خب سوره نیسا آیت های 138 تا 139. بله 8 نفر جواب های درست گفتند و در چت نیست، من جواب های درست را میبینم. تماشاگران عزیز بیایید دیده میبرایم.
خب تماشابینان عزیز، من عیناً ترجمه معنا رو میخونم. در سوره نیسا آیتی 138 چنین آمده است: منافقان را بشارت ده که عذابی دردآور برایشان آماده شده است. و در دوامش آمده است: منافقان کسانی اند که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند و آنان را برایشان یاور انتخاب میکنند و دوستی مؤمنان را ترک میکنند. آیا عزت و توانایی و کمک را نزدی کافران میجویند، در حالی که عزت و کمک همش از آن الله تعالی است. کسی را که خواهد عزیز می‌دارد و کسی را که خواهد خوار می‌گرداند. و در آیت قبلی 138 الله تعالی گفته است: ای پیامبر، به منافقان خبر بده که عذاب دردناک برایشان در پیش است. و خب یگان جایی مثلا اینجا شرح دادن نیست، خودش انا همین آیت ها خودش را شرح و تفسیر میکند بدون یگان چیز برای آنهایی که اندیشه میکنند، تفکر میکنند. خب عبدالرحمن طیب صالح، بهروز محمد آیت الله، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، عبدالرحمن به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. و یک سوالی دیگر باقی ماند. الله با کدام از اینها رابطه ندارد؟ با مؤمنان، با مسلمان، با دوستی گیرنده کافران، با مشرکی پشیمان شده. کدامش درست است؟ الله تعالی با کدام از اینها رابطه ندارد. ماشاءالله، خیلی خوب، خیلی تیز جواب میگویند تماشابینان ما. با دوستی گیرنده کافران، چون موضوع خودش ما و شما دیده برآمدیم همین موضوع است و چنانکه که من برای شما پیشتر نیز گفته گذاشتم در سوره آل عمران نیز معلومات های خیلی زیاد در همین موضوع است و ما و شما تنها یک پرچه، یک کوتاه دیده میبرایم تماشابینان عزیز. در سوره آل عمران آیت 28 چنین آمده است: الله تعالی من میکند مؤمنان را از این که کافران را به جای مؤمنان به دوستی گیرند. پس هر کی چنین کند او را به الله تعالی رابطه نیست و او از الله دور است، مگر این که از جان خود بترسید. پس در چنین حالت الله به شما رخصت میدهد. این در تفسیر آمده است، یعنی که اگر در خطر باشد، انسان جانش در خطر باشد، که به آنان دوستی رو یکی کند تا آن دمی که توانا شود و الله شما را از خودش میترساند که بازگشت به سوی اوست برای حساب و جزا. و جوابی درست را شما دیدید و بیاید اکنون میبینیم قسمتی خوبی برنامه ما آماده رسید. بیاید ببینیم که کیها به جاهای بهترین سزاوار شدند. جای سیوم طیب صالح مبارک باشد. جای سیوم. جای دوم بهروز مبارک باشد. بهترین رقابت و جای اول نصیبی عبدالرحمن گردید. تبریک میکنم شما را نیز. قاسم عادلیان و مینا نیز در جاهای نمایان بودید. خیلی خوب، تشکر زیاد. و اینجا من میبینم که تماشابینی ما نوشته کردند که خب ما چند نفر، قریب 35 نفر هستیم اما لایک کم است. تماشابینان عزیز، اگر فراموش کرده باشید زیر نوار لایک مونه تا که دیگر نزدیکانی ما نیز داخل شده توانند و آنها نیز با خبر باشند. از شما خواهش میکردم احترامانه الله پاداش نیکتان تید بر عوضی دستگیری شما دستگیری کند.
یعنی لایک موندن شما نه همین دستگیری شما است، یا اینکه پدلیزه کردن در ایمو، در واتساپ، هر جایی که شما میتوانید و با همین عملی شما عملتان شما میتوانید که برنامه ما رو پهن کنید به دیگران تا که دیگران نیست توانند اشتراک کنند و یا حداقل گوش کنند چیزی از خودمون نگفتیم، چیزی که خوندیم از کتاب خوندیم و خیلی موضوع مفید است، مهم است برای نسل آینده ما، برای خود ما نیست تماشاگران عزیز. چون اکثر از ما و شما بعضی سوال ها در سرمان داریم اما جواب نداشتیم، چون که من پیشتر نیز گفته گذاشتم همین سوال هایی که دوستی کردن با کافران و آنهایی که بر ضد مسلمان ها نقشه ها میکشد آیا با آنها جایز است و به سوال ها آیات های قرآنی جواب میگوید. و خب تماشاگران عزیز اینک بیاید من قسمت دیگری برنامه را آماده میکنم تا که ما و شما داخل شویم و در قسمت دیگر نیز اشتراک داشته باشیم. بسم الله. من قسمت دیگر رو این لحظه ها آماده میکنم. گیم پین روی اکران شما میبینید پیدا میشود این لحظه ها انشالله. 729 97 64 و داخل شوید. داخل شوید تا که در قسمت دیگری برنامه ما اشتراک داشته باشید. مرحمت. خب در شبکه تلگرامی نیست، من به فکرم نپرداختم، شاید بسیاری آنهایی که در شبکه تلگرام ما رو تماشا میکردند آنها به خبر موندند. این لحظه اگر مدیراتور باشند پس زمانی دانستن نیست پرداید. خب بله هست آنجا نیست. خب خیلی خوب. خب تماشاگران گرامی قسمت دیگر را آغاز میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده حتما که باز به مثل پیشتر تماشاگران زیاد میشود. پیشتر برنامه ما در شبکه قرآن دستور عمل انسان بود، از این خاطر من در خاطر دارم 2 سال پیش را وقتی که برنامه را آغاز کرده بودیم بسیار نفرها اشتراک میکردند، داخل میشدند و چون در این شبکه ما شبکه خیلی خرد است و میبینم که حتی این حال 1000 نفر هم نیستیم، شاید همین هم سبب باشد که آنها یکی داخل میشوند و رقابت میکنند در بازی اشتراک میکنند کم هستند. اما امیدوار هستیم اگر در عمر برکت باشد انشالله در آینده باز اشتراک دارانی زیاد را نیز میبینیم و من باور دارم که این گونه بازی را به مثل ما نفرانی باز پیدا می شوند و از این هم بهتر کرده می گذرانند تا که فایده گیریم، تا که فایده بریم. چون اگر ما از سرکردگان یعنی همین استفاده برنده سامانه کهوت و ترتیبی خوبش باشیم، فکر میکنم در آینده جوانان و نورسانی که علم و دانش گرفته آمدند و آنها علم و دانش خودشان را به همین واسطه از ما هم بهتر کرده تیار کرده برای شما پیشنهاد خواهند کرد و ما امیدوار هستیم. به قبل که یک راه را نشان دادیم و انشالله خیلی جوانان فعال هستند و انشالله که آنها دوام میدهند و ترتیب درست استفاده آن را برای ما و شما و برای اهل مؤمنین و مسلمین نشان خواهند داد در آینده. خیلی خوب و بیایید آغاز میکنیم نباشد.
سوال اول: محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل را در کجا باز دید؟ موافقی؟ همون سوره رقم 53. نزد درخت سدرة المنتهی، نزد درخت خرمای زمینی، نزد خانه بابایش و یا در بازار، کدامش درست است؟ محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل را در کجا باز دید؟ سوره النجم. بله، در نزد درخت سدرة المنتهی و طیبه صالح و علی عمر جوابهای درست گفتند. و بیایید سوره النجم را دیده میبریم. در آیتی 13 چنین آمده است: براستی محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل را به صورت حقیقیش باری دیگر دیده بود نزد سدرة المنتهی، یعنی درخت نبق در بالای آسمان هفتم، موافقی تفسیری سعدی. و خب واقعا عجیب یک پند است اگر که سوره النجم را انسان خودش خواند با زبانی که خودش میفهمد. دوام میدیم. تماشا بینید عزیز، بیت میبینیم که در پیش مینا آیت الله، مسلم، طیبه صالح، قاسم عادلیان، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. 2. در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ جنت المأوا، رودی بزرگ، کوهی پر از قله ها و یا بیابان. در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ جواب های شما. جواب های خطا رو میبینم. بله، جواب درست جنت المأوا بود و 8 نفر جواب های درست گفتند. باید اکنون دیده میبرایم چی گفته شده از در سوره النجم آیت 15. یعنی در آیت 14 خیلی که ما و شما دیده بر اومدیم، گفتیم که نزدی سدرة المنتهی، آن درختی نبق در بالای آسمان هفتم، و در دوامش چنین آمده است که آرامگاهی بهشت نزد آن درخت است. و یا در ترجمه دیگر آمده است که جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده نزد آن قرار دارد. سدرة المنتهی. و من بعد وقتی که همین کلمه رو میشنوید، این که اونجا میخونید، پیش نظرتون چی می آید؟ جنت المأوا، آرامشگاه بهشت همانجاست. یعنی این چیز به ذهن کس تیز آماده می رسد. و خب تماشا بینان گرامی، بیایید دوام میدیم. مینا، مسلم، آیت الله، عبدالرحمن و ام، اون نفرانی که در جاهای نمایان هستید. سوال 3: آنچه در نزد الله هست از بازی و تجارت بهتر است، این صحیح است؟ آنچه در نزد الله تعالی است از بازی و تجارت بهتر است، این صحیح است؟ تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند. صحیح نیست. در قرآن آمده است، تنها در حدیث ذکر شده است. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند، و یا صحیح نیست، و یا در قرآن آمده است و یا تنها در حدیث ذکر شده. آنچه در نزد الله تعالی است از بازی و تجارت بهتر است. بله، در قرآن آمده و صحیح است. خب بیایید نظر میکنیم به سوره جمعه آیت 11. چی گفته است الله تعالی؟ الله پاک است. ترجمه معنا را عیناً میخوانیم: و چون تجارت یا بازی بینند بعضی از مسلمان یعنی مسلمانان پراکنده میشوند
و به جانب آن می روند و تو را ای پیامبر بر منبر ایستاده رها کنند. یعنی در خطبه اینجا منظور بگو آنچه در نزد الله از پاداش بزرگ است از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. پس از او طلب رزق و روزی کنید و با طاعت او تعالی مدد جوید از خیر دنیا و آخرت. یعنی با عبادت کردن او تعالی مدد جوید از خیر این دنیا و آخرت. و اینجا گفته های الله تعالی است. گفته های الله تعالی آنچه در نزد الله تعالی است از پاداش بزرگ است و از بازی و تجارت بهتر بود است. و خب اکثریت جوابهای درست گفتند. جایهای اول مینا آیت الله مسلم عبدالرحمن و دوام میدهیم. آیا در قرآن یاد شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ نه، چون این نآمده است. تنها حدیث ها ثابت میکند بله فرقش نیست، آدم خوب بهشتی است. کدامش درست است؟ آیا در قرآن یاد شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ جواب های شما تماشاگران گرامی. به فکرم سوال مشکل تر بود و جواب ها دیرتر آمده رسید، اما به هر حال قریب همه جواب های درست گفتند. لا حول ولا قوة الا بالله. بیایید تماشاگران گرامی ما و شما یک چیزی دیگر را دیده میبریم، چون در همین موضوع ما چند روز پیش یادآور شده بودیم و وقتی که صحبت میکنیم با دوستان خود با نزدیکان خود همین چیز را در این موضوع گپ میزنیم. آیا در قرآن یاد شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ بله، در قرآن یاد شده که دوزخیان، هر کسی که به دوزخ میرود، نماز نمیخوانده است. اما وریانت ها رو نگاه کنید. یکیش آن وریانت بود که یک نفر انتخاب کردن، فرقش نیست آدمی خوب باشد بهشتی است. نه، البته 1000 آدم خوب هم باشد بهشتی نیست و هیچ کسی را کفالت داده نمیتواند و هیچ کس کفالت داده نمیتواند که کی به بهشت میرود و کی به دوزخ میرود. اما با امید هستیم، امیدوار هستیم و کوشش ها میکنیم الله تعالی آخرت ما را، وقتی مرگ ما را نیک گرداند و مرگ نیک را برای ما نصیب گرداند که مسلمان از دنیا برویم، نه اینکه با خواندن ریپ و با سراییدن سرود از دنیا رویم که وای بر حالی این گونه انسان ها. یا الله مدد کند، الله کمک کند برای ما و برای فرزندان ما و برای نزدیکان ما و برای دوستان ما و آنها را هدایت کند که بسیاری از آنها سر به سجده نمانده از دنیا می روند در یک لحظه و ما و شما فراموش میکنیم گاه که این دنیا ابد نیست. یک روز نه یک روز ان همون مرگ آمده میرسد. انسان یک سراینده که همگان میلیون در تمام گوشه و دنیا میشناسند چند روز پیش از مرد، اما یک لحظه پیش از مردنش در تلفن موبیلیش نواری ثبت میکند و اونجا درباره همین مرگ هم گفته میگذارد و 1 ساعت بعد خودش از دنیا میمیرد، وفات میکند، کافر میمرد. یعنی که من در نظر دارم همون کافران را، اما مسلمان ها نیست.
مرگ به همه آمده میرسد، فرق ندارد وی مسلمان است و کافر است، مرگ آمده میرسد. اما چگونه ما و شما از دنیا میرویم؟ یا الله تعالی بزرگوار مرگی مناسب برای اهل مسلمان ها نصیب بگردان که مؤمن و اکثریت از ما و شما مؤمن و مسلمان به دنیا آمدیم و مؤمن و مسلمان ز دنیا برویم. و بیایید اکنون همین درباره یادرس شدنی آنهایی که در دوزخ هستند، آیا نماز نمیخوندند، ما و شما به قرآن نگریم. در قرآن چه آمده است؟ چه چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ سوال با آنهایی که در دوزخ هستند. چه چیزهای شما را به جهنم، به دوزخ، به آتش در آورد؟ گویند گناهکاران ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم. و همان دوزخیان میگند ما در دنیا نماز نمیخواندیم. الله نگه دارد. و به درویشان و کمبغلان طعام نمیدادیم. یعنی دوزخیان نماز نمیخواندند. و در این باره در قرآن آمده است و ما و شما این قصه خودمان به گوشهای خودمان شنیدیم. و دوام میدیم تماشابینان گرامی. آیت الله مسلم عبدالرحمن ابو عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، طیبه صالح نیست، هزینه به بالا بر آمدن. تبریک میکنم. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم میشوند؟ سوال. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم میشوند؟ سوال. بله، نه تنها با حوران زنهایشان میشوند و خلاص. نمیدونم کدامش درست. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم میشوند. وریانت ها شما میبینید. بله میشوند، نه تنها با حوران، یا که این زنهایشان میشوند و فرزندان نه. کدامش درست است یا نمیدونم. و 12 نفر جوابهای درست گفتند. بله میشوند. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم میشوند انشاءالله. و دلیل به این سوره الطور آیت 17 تا 21. اما شما این قصه کوتاه دیده میگذاریم و دوام میدهیم. خب هر آینه پرهیزگاران در بهشت ها با ناز و نعمت خواهند بود، خوشحال شده به سبب آن که آنها را پروردگارشان نعمت داد و آنها را از عذاب دوزخ نگه داشت. بخورید و بنوشید از طعام و شراب ها خوش و گوارا به سبب عملهای نیکی که در دنیا انجام میدادید. بر آن تخت‌های کنار هم چیده تکیه میزنند و خانه‌دار کنیم آنها را با حورانی زیبای شهلا چشم. کسانی که خود ایمان آورده و فرزندانشان در ایمان پیرویشان کردند، فرزندانشان را با آنها در جنت برسانیم و از آن پاداش اعمالشان هیچ کم نکنیم. هر کس در گرو کار و کردار خیشتن است و گناه کسی را بر دوش خود نمی گیرد. و همین در همین آیت آمده رسیده است که آنهایی که ایمان آوردند فرزندانشان نیست که در ایمان پیروی پدران بودند، یک جایه با پدران در بهشت می شوند انشاءالله. و میبینیم که در جای اول مسلم آیت الله عبدالرحمن ابو عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، تبریک میکنم شما را. در باغ‌های بهشت درآیید. جای نقطه را پر کنید.
در باغ‌های چگونه بهشت پر نعمتی، کم میوه، گرمی، بلندی، کدامش درست است؟ جای نقطه را پر کنید. در باغ‌های چی خیلی بهشت درآید. موافقی؟ سوره واقعه آیت 12. من بسیار دوست می‌دارم همین معنی ترجمه معنی همین سوره را وقتی انسان میخواند بسیار یک تکان دهنده است. بسیار کس احساسی میشود وقتی گوش میکند. بله، جوابای درست من میبینم آماده رسید از جانب طایبه صالح. خب رحمت فرخار و علی عمر منوچهر درست گفته جوابهایتان. بله، پر نعمت در باغ‌های پر نعمتی بهشت درآید. این سوره واقعه است. در ترجمه معنا نیست چنین آمده است. در بهشت های پر ناز و نعمت خواهند بود داخل می شوند. به جنت گروهی از پیشینیان این امت و امتان دیگر. و خب این گونه دوام می‌یابد و بیایید ما نیست دوام می‌دهیم. می‌بینیم که در جای اول هستند مسلم، آیت الله، عبدالرحمن، ابو عمر، طایبه صالح، آنهایی که در جای‌های نمایان هستند. آیت الله همگی به سوال‌های ما جواب‌های درست گفتید. شما را تبریک می‌کنم. و سوال آخر: دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ دوزخی و بهشتی با هم برابرند. برابری، برادری، بعضیشان برابرند. به ما معلوم نیست، برابر نیستند. کدامش درست است؟ دوزخی و بهشتی با هم برابرند. برابری، برادری، این همین وریانت به نهایت من دوست می‌دارم همین وریانت را، چون که این وریانت را بسیار همگان دوست می‌دارند و میگویند برابری، برادری. اما چنین نیست، متاسفانه چنین نیست. دوزخی و بهشتی برابری، برادری ندارند. خب بیایید ما به دلیل آن نگاه میکنیم. یک جای با شما تماشابینان عزیز دیده میبرایم و اکثریت جوابهای درست گفتند. 11 نفر جوابهای درست گفتند که برابر نیستند. بله، واقعا رقابتی خوب و جوابهای درست نیست آماده رسید برای ما. خب بیایید خوانده میگذاریم 2 آیت سوره الحشر را یک جای با شما. و این مؤمنان از آن کسانی نباشید که الله را فراموش کردند و فرمانهایش را ترک کردند. و الله نیز چنین کرد که نصیبه نیکی خود را که از عذاب روز قیامت نجاتشان میداد فراموش کنند. آنها فاسقانند، یعنی از طاعت الله و رسولش بیرون رفتگانند. در دوام آیه چنین آمده است: اهل دوزخ و اهل بهشت در مرتبه خود با هم برابر نیستند. اهل بهشت خود کامیاب شدگانند و از همه ناخوشی ها نجات یافتگانند. اهل بهشت. و این بود یک کوتاه پند و تعلیمی که به آنهایی که میخواهند قبول کنند. اهل بهشت و اهل دوزخ برابر نیستند و دلیل ها به این خیلی زیاد است. و آنهایی که نماز میخوانند و آنهایی که نماز نمیخوانند به هم برابر نیستند هیچگاه. چون درباره نماز ما با شما گفته گذاشتیم. و آنهایی که نماز نمیخوانند، اگر شما شنیدید ما را، اگر شما تماشا کردید همین برنامه را، خودتان جستجو کنید. ما شما را نمیگوییم که نماز خوانید، مجبور نمیکنیم، تا آن دمی که الله تعالی در دل شما ایمان نآورد. اما یک ذره هم ایمان داشته باشید، بعضی چیزها سبب ها می شود و شما انشاءالله راه می آورید. و بسیاری از نفرانی هستند که میگویند امروز نه، فردا نماز میخوانم، یا فردا نه، یک وقتی معین نماز میخوانم،
یا هر بهانه‌ها دارند. من کار دارم نماز خوانده نمیتونم، تجارت دارم نماز خوانده نمیتونم. اما ما و شما گفته گذاشتیم از تجارت و بازی نماز بهتر است، عبادت الله تعالی بهتر است. و همچنین ما و شما نوکک دیده برآمدیم آیت قرآن را که دوزخیان نماز نمیخواندند و این باید که به آنهایی که نماز نمیخوانند اما در دل یک ذره ایمان دارند باید که یک پنده باشد. از کجا میدانید که پگاه هستید یا نه؟ ما نیز نمیدانیم. از کجا میدانیم که پگاه هستیم یا نه؟ از این خاطر هر لحظه رو باید غنیمت داشته باشیم. مسلمان که در اویره مسلمان به نام مسلمان تولد شدید، حداقل گفته میتوانید که لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد از این باید که نماز را آغاز کنید تا که نجات یابید از عذاب جهنم. از این خاطر امیدوار هستیم چون اکثریت به قول خودشان معاصر شده رفتند، دیگر کارها زیاد است اما به نجاتی آخرت ابدی خود چیزی نمی کنند، چون آنها معاصر شدند، سورمین به قول خودشان سورمین شدند. همه چیزی دنیایی رو به خود انتخاب کردند، بازی های دنیایی رو به خود انتخاب کردند. حالا اون که 1400 سال پیش آمده رسیده است به نمی ها که این بازی ها یگان معنی ندارد و اون تجارتی که پول میبیارد برای شما بویگیری دنیا رو دارید به خودتان گرفته برده نمیتوانید. به قبرستان نمیروید که آنجا یگان بویگیری شما یک جای به شما نمیرود. از این خاطر عوض باید شد همین زمان، همین لحظه، و توبه باید کرد از آن گناهانی که پیشتر کرده بود. و این سخنهای ما سخنهای دوستانه و برادرانه برای آنهایی که یک ذره در دل ایمان دارد. الله هدایت کند. الله تعالی ما را هدایت کند، شما را و نزدیکان ما را. امین. و تماشابینان عزیز، همین بود یک برنامه علمی پندی و همچنین برنامه اینتراکتیوی برای امروز. و بیایید اکنون میبینیم که ها جاهای بهترین را سزاوار شدند. عبدالرحمن جای سیام مبارک باشد. آیت الله مبارک باشد. جای 2 و جای اول نصیبی مسلم گردید مبارک باشد. ماشاءالله. ابو عمر و مینا نیز در جایهای نمایان بودید. ماشاءالله. بهترین تشکر زیاد. و یک بار دیگر من تکرار میکنم انا همین جای بهترین بازی را تا که شما تماشا کنید. من بسیار دوست میدارم انا همین جای بازی را، چون عبدالرحمن جای 3، آیت الله جای 2 و جای اول به جای اول مسلم سزاوار شدند. همچنین ابو عمر و مینا نیز در جاهای نمایان بودند. تشکر زیاد. اینجا من در چت نیز میبینم که 1000 نفر شدند آنهایی که پیروان شبکه دانش و سنجش هستند. ماشاءالله. انشالله خیر است و امیدوار هستیم که در آینده باز هم زیاد صفی ما و شما زیاد می شود. صفی دوستدارانی الله تعالی و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم زیاد می شود و ما و شما تنها از قرآن صحبت می کنیم و تنها سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی می کنیم و صحابگان و تابعین را همه را دوست می داریم. آنهایی که نکوکار بودند آنها را دوست می داریم. و تشکر زیاد میگم تماشابینان عزیز. پاداش الله تعالی پاداش نیکتان دهد و ما باشیم خیر و خوش میکنیم با شما تا با خوری های دیگر. خانه آباد و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله تعالی در سوره هجر می گوید ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون و ای پیامبر براستی ما می دانیم که تو از آنچه آنان یعنی کافران می گویند آزرده خاطر و دلتنگ می گردی. الله غم و غصه های داخلی ما را می داند. درد و پریشانی هایمان را نوابسته از آن که ما در دل پنهان می کنیم یا آشکار می گوییم. اگر تو در این حالت هستی و دلتنگ شدی و در پریشانی ها غرق می شوی، چیست راه حل؟ چگونه آسوده باشیم و دل را آرام کنیم؟ بیایید سخنان الله را گوش کنیم که چی می فرماید. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پس با پاکی یاد کن پروردگارت را هنگام فراگیری غم و اندوه و از زمره سجده کنندگان یعنی نمازگزاران باش و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. امام نصفی می گوید ذکر و سجده همیشگی پریشانی را از تو دور می کند و قلبت را آرام می سازد. در حالتی که روحاً ناآرامی الله را فراموش نکن، چون که با یاد الله دلها آرام می گیرد. پروردگارت را حمد و ثنا خوان، بگو سبحان الله و بحمده. هر چی قدر لازم داری این را تکرار کن تا آن دمی که قلبت آرامی را حس کند و از سجده کنندگان باشی. سجده و رکوع و نماز گذار در نزد پروردگارت. سجده طولانی بکن، از آن الله است هرچی در آسمان ها و زمین و الله بر هر چیز احاطه دارد و چیزی از کارهای بندگانش بر او پوشیده نیست. الله تعالی می گوید با یاد کردن او تعالی دلها آرام می شوند. نقل می کنند که مردی بود وی را درد و غمی سخت عذاب می داد. مرد نمازهایش را ترک می کرد. همه چی در زندگیش پریشان شده بود. با امر تقدیر وقتی رسید که همه نمازهایش را در وقتش ادا می کرده شد. از آن مرد پرسیدند چی سبب شد؟ در جواب گفت من در مدت طولانی آن را جستجو می کردم که تواند درد و اندوه مرا بشنود. الله شنوا و بیناست. از این را من در یک روز 5 مراتب به او مراجعت می کنم. این مرد آرامی و کامیابی را در نمازها دریافت. برادر و خواهرانم، شما باید به الله از ناآرامی و ناکامی هایتان شکایت کنید. به الله مراجعت کنید و به این خاطر برایمان خواندن نمازها داده شده است. الله تعالی ما و شما را از آن نگه دارد که غیر او از کسی دیگر بپرسیم. الله تعالی می گوید و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. یعنی الله تعالی می گوید تا آن دمی که مرگمان می رسد از راه انتخاب کرده امان باز نکردیم و تا آن دمی که ما و شما در این راه مستحکم باشیم الله تعالی برایمان کمک می کند. اگر تو با مشکلی رو برو شدی فکر نکن که الله تو را فراموش کرده. نه، یقین دار که به تو راه می نماید و تو را از مشکلی می رهاید. براستی هم در دنیا و هم در آخرت بر عوض مشکلی هایت پاداش نیک می بینی.
در سوره نحل الله تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ای کافران، لحظه وقوع قیامت و فرمان الله تعالی برای عذابتان نزدیک شده است، پس برای رسیدن آن شتاب نکنید. او پاک است از آن چی به وی شریک می سازند. روز قیامت حتما که می آید. آنهایی که می شنوید و باقی مانده عمرتان اهمیت دهید. در نمازگزاری هایتان جدی باشید. شریعت الله را به جایی که می باید به آنجا مانید. دعا می کنیم که الله تعالی ما و شما را در این راه قوی و از ما قبول گرداند تا آن دمی که ما و شما با او تعالی وامی خوریم.